در آستانه سال نو میلادی میخوایم یه سری به فروشگاه‌های اطراف بزنیم ببینیم که چه خبر هست و این گزارش شما رو با خودمون همراه بکنیم. بریم برای از این ورودش با درخت کریسمس تزیین شده. بریم بالا. خب اینجا فروشگاه اشن مارکت هست. میبینید اینجا هدایایی هم هست برای خرید. درخت کریسمس اینجا با قیمت‌های مختلف. این هم یه بوی خیلی زیبا. اینجا زوایای مختلف ببینید خودتون. این روزا فروشگاه بسیار شلوغ هست. روغن برنج‌ها رو ببینیم با قیمتاشون. نون و شیرینیجات این بخش هست که ملاحظه میکنید. کلا من هیچ وقت خودم اینقدر اشن رو شلوغ ندیده بودم. که گوجه خوبی هم به نظر میرسه. الان 20 سامان تقریبا فکر کنم حدود 300,000 تومان ما میشه. اینم که بازار قسمت مرغ و گوشتش. انار اینجا الان میوه گرونی 45 تومان. پرتقال هم 34 تومان.